با خدا باور میکنین در افغانستان مردم بسیار با غیرت شامت مردم است. از روزی که همین طالبان در افغانستان در آمدن مردم از نام اسلام بد میبره. مردم بگویی که طالب میخوای امریکایی رو میگه بدرم امریکایی باشه بهتر از طالب کرده. چی نبودن که کردن؟ بدر سر یا بریدن، گوش یا بریدن، بینی یا بریدن، زدن یا کردن، دزدی یا کردن، در سر خانه مردم یا بردن، دخترای مردم برابا یا فروختن، دخترای خود یا فروختن، زنای خود یا فروختن برای مردم عرب. به خاطر که به یک دو نفر عرب دو دونه ازبک از را بکشه یا تاجک بکشه و یا افتخار کنه که ما بدر اینمی کارا رو ما کردن میریم. ولی یک دونه وزیر از هزاره یا تاجک میشه در مابین از مش درون میشه که چطور یک دونه هزاره یک دونه تاجک یک دونه ازبک وزیر همین دوستم گرفته که می دوستم چرا تراز عالمیش حالا خود از نمی شناستانه چه رقمی آدم بود؟ خدا کاندید رئیس جمهوری کرده بود. همین خود گلابزو چه رقمی آدم است؟ همین داخل پارلمان شده. همین علومی چه کاره بود در زمان دکتر نجیب؟ همین در پارلمان شده. همین توکل وکیلش چه بالا سمی چه کاره بود که مثلا همین در داخل پارلمان شده. کل از قاتلین نبودن. همین بدر کارزای چه کاره است؟ یا تا با زبان خود تبلیغ کردن نمیتونن. وقتی با زبان پشتو از یک جای رو باز کن در زبان از جا که در کوټه از جا گفته یک تو کس نمیشنه غیر پاکستانی و خود از جا کس دیگه نمیره خودشون دق میره میاد اینجا چیزا مندازه عراج مندازه. ببینید ما در کارتون غرض نداریم. برو بانیم در کار ما چی غرض داریم؟ حالا ما فدرالی میشه ما نمیخوایم که داخل کابل پشتون باشه. ما نمیخوایم در داخل بامیان که پشتون باشه. ما نمیخوایم در مزار پشتون باشه. اینا متو که پشتونا هزارا رو میکشن در بیسود و در اینجا اونا متو ما نمیخوایم اینا رو باشه. حالا هزارا رو چه کسی میکشن که زمینایشان نمیگیرن؟ چرا باید در منطقه هزار نشین تاجیک نشین یک دونه پشتون زندگی کنن؟ کم ناقلین ما داریم. نامای می افغانستان رو بگیریم نامایش مثلا کابل نام فارسی است، جلال آباد نام فارسی است، نام خوش موستش بدر پشتوس ما از ما باشه. برو بدر از ما را تیر ما این فدرالی بدر خوش داریم. اما دو نفر زنده باشیم نرمال زندگی کنیم، نرمال تحصیل کنیم، یک نام داشته باشیم. ما چه کنیم که یک آدمی که بدر دکون خدا پاک کرده نمیتونه بدر سرگینای در پیشش کشار از ما که یک جای بشینیم. ما بعد یک جای شتا نمیتون ویزا بر تو نمیتون پاسپورت مدار اعتبار نیست، بدر زندگی تو مدار اعتبار نیست که در یک جای میری بدر برام با که در پولیس بشینی بومه تا بدر اگتر نمیفهمه کتر چی مانا داره. به نام وحشی ما بدر هستیم، ما مشهور هستیم، به نام قاتل ما مشهور هستیم، به نام ایرین فروش و ایرین کش ما مشهور هستیم. دیگه ما چی از خود داریم؟ چی یک نام داریم؟ در 200 سال ما تیاره جور کردیم، درخت جور کردیم، بدر توپ جور کردیم، شمشیر جور کردیم، چی جور کردیم؟ چی جور کردیم؟ ما بدر یک چیز ما در چی پشمه افتخار کنیم؟ برای ما چی جور کردیم؟ غیر از این بکش، چشم بکش، گردن ببر، زنای مردم ببر، فلانی رکو، بفروش، بزنس کو، سرخاک بزنس کو، سر از یک بیناموس است به نام زایخان رفتن چیز آوردن از ایتالیا آوردن که بدر به نام بابای ملت هم چرد زد نفسش برآمد مرد و یک جای گور کردن. یک آدم بیناموسه که پیسا رو دوزی کرد برد با بچه کاکا خود تلفن کرد که برو بدر سر تخت بشی بگو که زایخان گریخت برو تو از تو ساله حالا تو قدرت تکو. حالا زایرخان خود چه رقم رفت؟ زایرخان پیسا را گرفت جمع کرد خیست رفت گفت حالا تو از تو زندگی برو. باز یک گفت کودتای داود خان شروع شد، در جان ازوا زد، در جان مردم بی‌سواد زد، اینه که داود خان کودتا کرد. کودتای چی کرد؟ او یکیش دوستی کرد دیگه سر جوالا گرفت. چی کرد کودتا؟ یک نمیخه داود خان گفت که روسیه را اختار داد که روسیه را گفت که بعدا کردیم ما که تو نداریم، امریکا را گفت بیا ما تو داریم. یک اعلان سفربری کرد در مقابل پاکستان که من پاکستان رو میزنم، میرفت که گز گوزش یک جای میکرد پاکستان رو نمیکرد. چی کرد؟ ما ولک داود خان داریم، چی کردم داود خان؟ یک دونه آدم بود به نام بچه سقاو، او را به بانا آوردن در قرآن شریف امضا کردن، امو را تکه کردن به نام بچه سقاو، به نام دود، به نام چاره بشر، این نامش ماندن برو بخیر پشت کارش روان کردن. اگر مرد ازی بیادر دست بلند که بگو ما یک دونه بیادر یک چیز کشف کردیم بیادر یک تلویزیون جور کردیم چی کردیم؟
غیر از اینکه تعیین تحقیق کنین دیگه خود چیز دیگر رو نکنین. بگیر اگه مرد درباره امی 200 سال خودش 200 سال خودش ما میگیم خب 10000 سال امی چیزتون است، داستان زندگیتون است، 10000 سال میاد شما چی کردید فرستان؟ اگه پیرانتبان است بعد پنجابی است، رفتین لباس پنجابی پاکستانی رو آوردین میپوشین به نام پیرانتبان است، پیرانتبان پنجابی نیست؟ اگه لنگیتون اومد که لنگیتون از نسکاس، اگه ما بعد سی پدر کمانیتون نام بگیرم به نام سنگ و بعد راملکن سنگ مبرایه، 4 تا بابا کلانت نام بگیرم بعد کمارخان مبرایه، کمار مبرایه. بگو نام بابا کلانت 4 تا پیشش کمار است یا مثال سنگ است یا درمندر است یا امیتاب بچن است، تو کدام چیز دیگه نداریم. حالا بگی تو یک دونه خوشی در پول یک دونه پاکستانی با کدامش کدام فرق داره؟ کدام تاش فرق داره؟ نداره فرق نه؟ خدا ما کلش نمون نه نسل دیگه پاکستانی ها کلش گندی بودن یک چند وقت پیش، پاکستانی ها نه مسلمان شدن. شما خود مسلمانیتون بدار که اگر نامش بگیریم خود چی داره. حالا می اتنه که شما میگن اتن ملی کل پاکستان رو اتن میکنه. اون روز ما در از گذشت پاکستان دیدیم که آدم درنگ زدن میراتن میگم بداری خدا افغانستان مردم ما رو بازی میداد چه رقمش است؟ یا پاکستانی ها میزنن از این کارا رو میکنن.